مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن دو حالت دزدی در شهرهای کولوب و دوشنبه با مبلغ در عموم بیش از 130,000 سومونی یا نزدیک 13,000 دلار آمریکایی خبر داد. از جمله به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر کولوب با عریضه مرد 30 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که دوم دکبر سال 2022 تخمیناً ساعت 19:30 شخصان نامعلوم تریزه افت تمغه اوپل رو که در نزد خانه استقامتیش می ایستاد شکسته از داخلش 12 عدد قوطی های تنباکوی گوناگون تمغه رو دزدیده از جای حادثه غایب شدند. ضرر رسانده شده 65,650 سومونی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا دو جوان 18 ساله ساکنان شهر مذکور همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. همچنین به شعبه وزارت کارهای داخلی یک نوع فردوسی در شهر دوشنبه با عریضه مرد 23 ساله ساکن نوع واسه مراجعت نموده است که 9 دکبر سال 2022 تقریبا ساعت 02:00 شخصان نامعلوم بالای پنهانی از نقطه فروش تلفن‌های موبیلی 21 عدد تلفن‌های موبیلی تمغه‌های گوناگون را دزدیده از جای حادثه غایب شدند. ضرر رسانده شده 65,350 سومونی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا جوان 20 ساله ساکن نوع مومن آباد همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.